اسم این قطعه پتانسیومتره. پتانسیومتر به ما اجازه میده تا مقاومت رو تغییر بدیم. ما از این قطعه برای کارهایی مثل کم و زیاد کردن صدا استفاده میکنیم. پتانسیومترها 3 پایه دارن. پایه‌های انتهایی به وسیله یک مسیر مقاومتی به هم متصل شدن. همینطور پایه مرکزی به وسیله یک پل به مسیر مقاومتی متصل شده و با چرخوندن پتانسیومتر این پل جابجا میشه. روی این قطعه یه عدد نوشته شده که حداکثر مقاومت پتانسیومتر رو مشخص میکنه. اگه جریان رو از پایه مرکزی وارد و از پایه انتهایی خارج کنیم، میتونیم با چرخوندن پتانسیومتر مقاومت رو تغییر بدیم. با تغییر مقاومت جریان هم تغییر میکنه. ما میتونیم از این برای کنترل روشنایی LED استفاده کنیم. اگه باتری رو به پایه‌های انتهایی وصل کنیم، به دلیل مسیر مقاومتی نهایت افت ولتاژ رو خواهیم داشت و اگه به پایه مرکزی و انتهایی متصل کنیم، میتونیم ولتاژ خروجی رو تغییر بدیم. اگه علاقه داری الکترونیک رو عملی یاد بگیری، بیا تو پیجم و هایلایت آموزش عملی رو ببین.